بایرام، محمد سجاد گلی بیگی، علی خدایی، سامان مهرابی زاده، آرمان لطف خدا، رضا زاهد تبار و فرشاد هاشمی بازی خواهند کرد. نکته بسیار عجیب در لیست بازیکنان تیم داماش حضور تنها 4 بازیکن روی نیمکت این تیمه و این تیم بدون سرمربی به تبریز سفر کرده. اما در سوی مقابل مهدی حقیقت مسئول حراست از قفسه توری نارنجی پوشان رو عهدهدار خواهد بود. حسین فلاحیان، رضا آقابابایی، مهدی نجفی، رضا پورمهدی، روح‌الله صفویانپور، امید منصوری، مهدی دلاورزاده، محمد حسین باباقلی، میلاد شیخ سلیمانی و آزاد جعفرزاده 11 بازیکن آقای علی اصغر کلانتری هستند. هوا هم بسیار سرده در ورزشگاه بنیان دیزل. فلاحیان تو بلند ارسال میشه پشت مدافعان داماش، حرکتی که از سوی آقابابایی انجام شد. اونجا روی زمین افتاد یکی از بازیکنان داماش. اعتراض رو اونجا داره مهرزاد بایرامی، سابقه بازی در این ورزشگاه رو داره برای گسترش فولاد. یکی از بازیکن با تجربه تیم داماش محسوب میشه. پرتاب توسط باباقلی انجام میشه. محمد حسین باباقلی رو به عقب، فلاحیان، شیخ سلیمانی، ارسال بلند توپ و اونجا بی ثمر توپ به دروازه‌بان داماش رسید. سعید ابراهیم پور، چادری که عرض ادبی داشته باشم حضور فوتبال دوستان پرشور داماشی و همچنین مردمان خونگرم آذربایجان شرقی که صدا و تصویر ما را از ورزشگاه بنیان دیزل شهر تبریز در این هوای سرد میشنون و امیدواریم که بازی جذابی را از هر دو تیم شاهد باشیم. جعفرزاده در آخرین نقطه خط دفاعی به سمت راست با منصوری در پست دفاع راست به کار گرفته شده در این بازی. فلاحیان کاپیتان مس درگیر پیش میاد بین بازیکن دو تیم. یکی از بازیکن آبی پوش روی زمین و توپی که حالا به بیرون زده میشه تا به وضعیت مصدومیت محمد سجاد گلی بیگی رسیدگی بشه. 0-0 مساوی. فعلا بازی آروم داره از جانب دو تیم دنبال میشه. شرط جدول به گونه‌ای است که دو تیم همسایه هستند در جدول رده‌بندی و امتیاز این دیدار علی خصوص برای مس خیلی حائز اهمیت. این تیم با کسب امتیاز این دیدار یه جای خودش رو به همین داماش نزدیکتر میکنه. توپ در خط دفاعی در اختیار آبی های داماشی است. ارسال پاس بلند، کنترل توپ از بایرامی، رو به عقب، ارسال پاس بلند. آرمان لطف خدا بود که ترجیح داد از پاس بلند استفاده کنه. درگیر بر سر تصاحب توپ موفق آبی های داماشی. اونجا گلی بیگی رو به عقب در خط دفاعی. ابراهیمی ارسال پاس بلند، ضربه سر رو به خوبی منصوری زد و توپی که توسط شیخ سلیمانی دور میشه. نجفی آقای پاس لیگ دستاول فوتبال کشور محسوب میشه. یکم دیر پرچم زد اونجا. کمک دوم این دیدار لام آفساید شد. آن چیزی که مشخصه در تیم مس با حضور آقای علی اصغر کلانتری، این تیم یه جورایی روند خوبی رو در پیش گرفته. بازی 2-0 برده رو در تبریز در نهایت با تساوی 2-2 عوض کرد
مستر اون بازی خیلی عالی کار کرد. بعد این تیم به نفت مهسا سلیمان سفر کرد و اونجا با این تیم هم به تساوی رسید تا اولین برد علیاصغر کلانتری بعد از بازگشت به مصر برابر نیروی زمینی تهران باشه. گل‌های اون دیدار خیلی جالبه که در دقایق 88 و وقت‌های اضافه زده شد. پاس تک ضربه از بایرامی، یه لحظه روی زمین افتاد، حرکت از گلی بیگی میره که موقعیت ایجاد بشه در درون محوطه جریمه که اونجا به خوبی توپ رو برمیگردونن یاران مس. نجفی هفته گذشته در یه بازی خونگی داماش برابر مس کرمان به تساوی 0-0 دست یافت. همونطور که عرض کردم تیم مس هم 2-0 از سد نیروی زمینی گذشت. در جدول رده‌بندی تیم مس سونگون با 13 امتیاز در مکان 14م. تیم داماش هم که با 16 امتیاز 3 امتیاز بیشتر در مکان 13م جای گرفته. توپ در مرکز زمین در اختیار نارنجی پوشان مسه. راها بسته است رو به عقب با جعفرزاده، آزاد جعفرزاده در برابر تیم شهرش داره بازی میکنه. مدافع وسط مس سونگون یه پاس اشتباه، لو رفتن توپ، حرکت از سوی آبی های داماش. قلی بیگی تکلیک اونجا زده میشه از سوی آقا بابایی و خطایی که گرفت. اعتراضی رو داشت اونجا محمد سجاد. گلی بیگی سریع کار را آغاز کرده اما اجازه این کار را قپانوری نداد. ورزش شدید بات هم در ورزشگاه شروع شده. امیدواریم که در کیفیت فنی مسابقه تاثیر منفی نذاشته باشه. حرکت از سمت راست، یک کنترل از سوی پور مهدی، رو به عقب منصوری، پاسش برای فلاحیان. انتخاب فلاحیان آزاد جعفرزاده است. شیخ سلیمانی، میلاد شیخ سلیمانی تغییر چنای بازی عالی به سمت راست، کنترل موفق از سوی صفویان پور. پاس تک ضرب نجفی. لحظات مسه که توپ و میدان رو در اختیار داره. سال پاس بلند با گلی، یه حرکت در داخل محوطه جریمه، یه پاس، فرصت برای گل اول. در برگشت کماکان خطر روی دروازه داماش و نقطه پنالتی برای مس. پنالتی برای مس گرفته میشه تا این تیم در آستانه رسیدن به گل اول بازی باشه. چه اتفاقی افتاد در داخل محوطه جریمه؟ تو به نظر میرسه که به دست یار داماش اصابت کرد. صحنه آهسته رو ببینیم که اونجا حرکت رو بابا گلی انجام داد. اونجا پاسی که ارسال کرد، ضربه‌ای که زده شد و تو به دست یار داماش اصابت کرد. البته این تصمیم آقای قفانوری است. چه کسی این پنالتی رو خواهد زد؟ مستر تبریز میتونه که از روی نقطه پنالتی دروازه داماش رو باز کنه. پس از کش و گوس فراوان، اعتراضاتی که داشتن داماشی ها، بالاخره باید ضربه پنالتی زده بشه. یار شماره 7 رضا آقا بابایی پشت توپ قرار میگیره. در چارچوب دروازه سعید ابراهیم پور، دروازه‌بان با تجربه است. تذکرات رو میده آقای قپانوری
داوری از خطه همدان. همه بازیکن به غیر از مهدی حقیقت در نیمه زمین داماش حضور دارند. صحنه بسیار حساسی است. دوئل رضا آقا بابایی با سعید ابراهیم پور. حالا دستور زدن ضربه صادر میشه. حرکت به سمت توپ، ضربه و توی دروازه. گل اول برای مس زده میشه تا حساب کار 1-0 بشه. رضا آقا بابایی تیمش رو به گل اول بازی میرسونه. مس سنگون ورزگان 1، داماش گیلان 0. باید ببینیم که در ادامه واکنش داماشی ها به دریافت این گل چه خواهد بود. صحنه آسته پنالتی رو ببینیم که یه جوری به وسط دروازه زد رضا آقا بابایی. و شادی گلی که مسی ها داشتن روی این صحنه. در دقیقه 12 بازی مسی 1-0 پیش میافته. باز هم موقعیت برای نارنجی پوشان. توپی عالی از بایرامی، خطایی که روش مرتکب میشن و داور سوت میزنه. فعلا برتری از آن شاگردان علی اصغر کلانتری است در تبریز. تیمی که بعد از بازگشت این مربی شیرازی بسیار امیدواره که امتیاز استان آذربایجان شرقی رو در لیگ 1 بتونه که حفظ کنه. پاسای کوتاه از سوی آبی های داماش. پاس بلند گلی بگی، پاسش به مقصد نمیرسه. اونجا مسی هاست هستن که توپ رو اینگونه دور میکنن. چه ضد حمله بشه اگه توپ به یار مس برسه. اونجا روی زمین افتاد. این بار دیگه اعتقادی به خطا نداره قپانوری. ضربه سر از فلاحیان، کاپیتان ارزشمند مس که چندی قبل هم مادر مهربان خودش رو از دست داد. روی شاد باشه و جادایی که این روز عزیز رو خدمت همه مادران گرانقدر سرزمینم تبریک بگم و برای همهشون آرزوی سلامتی داشته باشم. پاس رو به عقب در آخرین نقطه خط دفاعی داماشی. توپ در اختیار ابراهیمی است. با ایرامی بود که درگیر بود با یار مس شیخ سلیمانی. آزاد جعفرزاده، منصوری توپ رو آروم آروم پیش میاره خود منصوری. بازم همون مسیر طی میشه تا توپ در خط دفاعی به گردش در بیاد. حقیقت بعد از لحظات یالا او هم توپ رو لمس کرد. فلاحیان، توپ در سمت چپ خط دفاعی به میلاد شیخ سلیمانی میرسه. فلاحیان همکاریش با شیخ سلیمانی. حقیقت سنگربان آینده‌دار مس که چندین و چند سال در تراکتور کار میکرد و حالا به دیگر تیم شهرش پیوسته و در لیگ 1 داره به فوتبالش ادامه میده. هادی رفسنجانی، محمد حسین گنجخانلو، یوسف بهزادی و سجاد قاسملو رو روی نیمکت دار داماش. یه جوری دست این تیم در تبریز بسته است بعد از اون حواشی و اتفاقاتی که برای این تیم پیش افتاد. اعتصاب بازیکنان و به هر شکل
ممکن این تیم به تبریز سفر کرد با اتوبوس و خودش رو صبح امروز به تبریز رسوند. یه ارسال کوتاه، یا فرصت دیگه برای مسی ها و ضربه ای که به تیرک دروازه اصابت کرد. یه فرصت خوب رو از دست دادن مسی ها. این ضربه آروم و ابراهیم پوره که توپ رو جمع میکنه. بدشانسی محض مسی ها روی این صحنه و توپی که به تیرک دروازه اصابت کرد تا کماکان داماش در بازی باشه. کنترل توپ از فردین نجفی. بایرامی، توپ بیرون نرفته، کار باید دنبال بشه. جعفرزاده، پاسش برای منصوری. مثلا پاس بلند، ضربه سر رو زد اونجا. یه لحظه رضا آقابابایی زننده تکل بازی تا بدین لحظه، گلی که از روی نقطه پنالتی به دست اومد. فلاحیان توپ به سمت راست میره، بازی رو باز میکنن مسی ها. نجفی از اون پاسای خوب خودش رو یه انداخت، پاس تو در که رسید به یار همدسته و توپی که حالا به بیرون میره و پرتاب شک میگیره. 1-0 فعلا مس با گل رضا آقابابایی پیشه. جدالی که در ورزشگاه بنیان دیزل داره انجام میشه. بعد ببینیم که تقابل تیم‌های 13 و 14 جدول رده‌بندی در نهایت به کجا خواهد رسید. هفته آینده داماش جدال بسیار سختی را در رشت برابر فجر سپاسی شیراز خواهد داشت. تیم صدر نشین لیگ 1 تیم مس هم به گچساران سفر خواهد کرد. دو تیم بازی‌های سختی رو در هفته آینده تجربه خواهند کرد. اعلام خطا شد به سود داماش. پشت توپ محمد سجاد قلیبگی. واقعا حیفه که شرایط یکی از قدیمی ترین تیم های فوتبال کشورمون به این شکل باشه. این فرصت رو ببینیم. یه ارسال روی دروازه و توپی که از اون سمت آروم رو حرکت می‌کنه به بیرون میره. تبدیل به کرنر شد برای تیم میهمان. روز گذشتم این فرصت ببینیم. یه ارسال روی دروازه و توپی که از اون سمت آروم رو حرکت می‌کنه به بیرون میره. تبدیل به کرنر برای تیم میهمان. روز گذشتم مهدی حقیقت اشاری داره، داور بازی که با سود او به توپ ضربه زده بشه. شما علاقه‌مندان به فوتبال این بازی رو از طریق سایت آنتن میبینید. یه ارسال کوتاه در تیر اول، ضربه سر از سوی مسی ها زده میشه. نجفی توپ رو برمیگردونه و حالا توپ به بیرون میره. پرتاب به سود داماش. یه لحظه روی زمین افتاد سامان مهرابی زاده. سابقه بازی در تبریز برای علم و ادب رو
در کارنامه داره. توپ در اختیار حقیقت قرار گرفت. برمیگردن مدافعان داماش. شجره مری آغاز پاس گل لیگ دست اول میره تا این ارسال رو روی دروازه داشته باشه. تذکری رو هم به بازی درگیر داخل محوطه میده های قپانوری. حالا باید ضربه زده بشه. نگاه ها به محوطه جریمه است. به تیر اول در برگشت و سود زد داور پاسی. مثل سونگون ورزگان 1 داماش گیلان 0. در صورت خودش دمیت داور بازی. کار از نو باید شروع بشه توسط ابراهیم پور. در سال و توپی که اینجا به بیرون رفت. عرض کردم که حاشیه‌های زیادی غریبانگیر داماش شده در این فصل. اتفاقات عجیبی که برای این تیم افتاده. آقای نعیمی پور مالک فعلی این تیم و مالک قبلی که اصلا نه قابل باوره و یه جای عجیبه. بین مالک جدید و مالک قبلی این باشگاه وجود داشت. به بهانه اینکه این تیم رو بفروشن آقای نعیمی پور رو یه جایی نظرش رو جلب میکنن که بیاد. با توجه به اون حکم جلبی که آقای نعیمی پور داشته میان و دستگیرش میکنن و به خاطر آزادیش، حالا طبق اون اظهارات و گفته های بعضیا، میان 12 میلیارد پول خرج میکنن تا یه جورایی این وسط مالک قبلی نفع ببره از این اتفاقات. حیف این داماش که واقعا این چنین بخواد که یه جورایی به تاریخ فوتبال خودش این فصل پایان بده و این تیم واگذار بشه یا خدای ناکرده منحل بشه. تشکر ویژه‌ای هم از همکار گرانقدرم آقای رحمان قاسمی دارم
یه جوری جوره رسانه استان گیلان رو یک تنه ایشون دارن میکشن و رقابت ها رو از سطوح پایین تا لیگ دست اولش که داماش باشه میکشن و تا به احترام طرفداران خونگرم استان گیلان در جریان رقابت‌های فوتبال و فوتسال و دیگر رشته‌ها باشن. پی میگیریم بازی رو. اونجا مهرابی زاده به دنبال توپ حرکت میکنه، اونجا درگیر با یار مس و توپی که حالا به بیرون و پرتاب به سود داماش خواهد بود. نتیجه 1-0 به سود مس داره دنبال میشه. بازی سردی رو مثل هوای امروز تبریز داریم میبینیم. فعلا داماد چیزی برای عرضه نداشته در طی این چند دقیقه‌ای که از زمانهای بازی سپری شده. مثل اینکه قصداً پرتاب بلندی رو روانی دروازه مس کنن قبل از اینکه پرتاب انجام بشه. اونجا بازی رو نگه میداره قاضی مسابقه. این 3 امتیاز تا پایان باقی بمونه. دو تیم مس و داماش در عدد 16 برابری میکنن. یارسال روی دروازه جا رو رها کرد با باقالی تا توپ بیرون میره و مهدی حقیقت کار را آغاز کنه. از کنار دروازه مس توپ توسط حقیقت به گردش در خواهد اومد. ضربه بلند به مرکز زمین، پاس تک ضربی که فرشاد هاشمی داد. این سمت رضا آقا بابایی توپ رو گرفت بدون خطا. همکاری دو بازیکن، حرکتی که از آقا بابایی داره انجام میشه. یه فرصه برای گل دوم توی دروازه گل دوم هم به دست میاد. یک لحظه غفلت کافی بود تا دروازه سعید ابراهیم پور و داماش باز بشه. مس 2 داماش 0. یه برده پرگل در راه برای مس. باید به انتظار بنشینیم. ضربه ای که به سمت مخالف زده شد. صحنه آهسته گل رو ببینیم. ضد حمله برگاسایی که زده شد و اونجا ضربه نهایی رو محمد حسین باباگلی زد. یه گل از رضا آقا بابایی و یه گل از محمد حسین باباگلی باعث شد که مس 2-0 در ورزشگاه بنیان دیزل پیش باشه. یه جورایی حاشیه ها غریبان گیر داماش شد در این بازی تا بیان خودشون رو در هوای سرد شهر تبریز پیدا کنن. مس تونست 2 بار دروازه این تیم رو باز کنه. نجفی چه پاسی انداخته به اون سمت. یا فرصت برای گل سوم. یه ارسال و توپی که از همه بازیکن رد شد. بایرامی بلند به توپ ضربه زد. سرسوب رو برمیگردونه شیخ سلیمانی. زنده گل دوم رو در اختیار داره محمد حسین باباگلی. یکی از بازیکن مس احساس درد داره. یه کارت زرد رو مفتی به جون خرید. یار مصدوم مس.
کنش ها کنار زمین ادامه داره. بالاخره توپ در اختیار آزاد جعفرزاده قرار میگیره. شیخ سلیمانی بلند، کنترل عالی از رضا آقا بابایی. چه پاسی انداخت اون سمت، ضربه‌ای که کم دقت زد یار مس صفویان پور بود که شوتش رو روانه دروازه ابراهیم پور کرد. بازی مستقیمی که در دستور کار داماشی هاست. ارسال بلند توپ به سود مس بعد پرتاب بشه. تذکری رو هم میده به میلاد شیخ سلیمانی. نتیجه 2-0 مس سانگون داره دنبال میشه، جدالی که در تبریز در ورزشگاه بنیان دیزل داره انجام میشه. نجفی الهی انداخت از یار مس، خطایی در کار نیست. اعتراض شدید نجفی. توپ در اختیار مسی هاست. فلاحیان فردینی نجفی هم این سمت یه داماشیار روی زمینه که با کمک حسین فلاحیان برمیخیزه و به کار ادامه خواهد داد. من اکبر خداداده رو یه لحظه دیدم که مهیای ورود به زمین میشه. شاید یه تعویض اجباری در راه برای آقای کلانتری. اونجا علی های بختیار حسین زاده هم هست، صحبتی که با هم دارن تا ببینن که شاید یه تغییر تاکتیکی در راه باشه برای تیم مس. توقف بازی یکم داره به درازا میکشه. توپ رو داماشیا باید پرتاب کنن به رسم رعایت بازی جوانمردانه. توپ رو در اختیار یاران مس قرار داد اونجا علی خدایی. ارسال بلند یار مس یا فرصت ابراهیم پور، دروازه خالی، ضربه چیپ و روی خط دروازه توپ رو ابراهیمی کنترل کرد. بایرامی در خط دفاعی، کنانی طاهر نژاد، کنعان طاهر نژاد. بازم برخوردی که صورت گرفت و کار به سود داماشی ها متوقف شد. اکبر خداداده هم به بازی اومد برای مس. پاس رو برخط طاهر نژاد بلند به گست صاحب توپ کردن مهرابی زاده توپ رو ارسال کرد. پاس در عرض بایرامی، توپی که به مقصد نمیرسه و به یاران نارنجی پوش میرسه.
روی زمین افتاد. آقا بابایی پایه‌گذار پیروزی تیمش بوده. گلی که از روی نقطه پنالتی زد. بعدش هم که محمد حسین باباگلی با اون ضربه تونست دروازه حریف رو باز کنه و نتیجه 2-0 بشه. به مدافع رضا آقابابایی داره رسیدگی میشه. ببینید تا کجا پیش اومده. اونجا سعید ابراهیم پور سنگربان داماش. خودش بلند شد و زمین بازی رو چرک کرد. مهاجم مس تا نشون بده که قصد تلف کردن زمانهای بازی رو نداره. حالا باید ضربه زده بشه اصلا آبی‌های داماش یا سال. بایرامی به دنبال توپ، ضربه سر رو یه لحظه میزنه. خدایی خود بایرامی یه مثلث رو شک میدر. پاس روی زمین، هاشمی به سمت چپ. حالا بعد ارسال انجام بشه، توپ یه لحظه بلوکه میشه و برمیگرده. ارسال بلند، کماکان فرصت هست برای داماشی. آنجا به خوبی توپ رو نجفی است که دور میکنه. خود نجفی پاسش برای آقا بابایی. پس رو به عقب ابراهیم پور. جعفرزاده به خوبی بلند شد و ضربه سر رو زد. سمت راست خدایی. گلی بگی بس رو آروم کردن داماشی ها. یه جای این بازی رو برای اعاده حیثیت به شهر تبریز سفر کردن به هر شکل ممکنی که بود. چند بازیکن هم روی نیمکت دارن که نشون میده که دستشون برای این بازی بسته است. بایرامی، لطف خدا رو به عقب کار میکنه با دروازه‌بانشون ابراهیم پور. بازی پس از اون لحظات پر التهابی که سپری کرد حالا آروم داره از سوی تیم میهمان دنبال میشه. ارسال بلند هاشمی و توپی که از اون سمت به بیرون میره و پرتاب شکل میگیره. مثل سانگون ورسیکن 2 داماش گیلان 0. فلاحیان سمت راست، توپ در اختیار یاران مسه. چرخش عالی از سوی یار مس. توپ رو میگیرن داماشی ها. مهرابی زاده اومد به چرخه که با خطا متوقفش کردن. ضربه توسط داماشی ها زده خواهد شد. ارسال روی دروازه یا فرصت یکی از گل ها میتونه جبران بشه. جا یه لحظه ضربه سر رو فلاحیان زد. اعتقاد به پنالتی دارن داماشی ها. یه برخورد شدید از سوی یار داماش.
یکی از بازیکنان هم در اون محوطه جریمه روی زمین افتاده. بازی پر برخورده در این لحظات. هوای سرد شهر تبریز هم باعث میشه که واقعا بازیکن احساس درد داشته باشن و بیشتر مصدومیت ها هم معمولا در دقایق پایانی همچین بازی هایی رخ میده. 40 دقیقه سپری شد. مثل سانگون ورزگان 2، داماش گیلان 0. سرنوشت عجیبی رو یکی از پرطرفدارترین تیم‌های فوتبال کشورمون یعنی داماش داشته. البته بهتر بگیم داماشیان گیلان. بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و امتیاز این تیم به خرمشهر اجرایی انتقال داده شد، حالا این تیم اومد و کار خودش را از لیگ دسته 3 آغاز کرد با نام داماشیان گیلان. خودش را به لیگ 1 رسوند. حالا بار دیگر حاشیه‌ها اجازه نمیده که این تیم در لیگ دست اول به کار خودش ادامه بده و باعث خوشحالی طرفداران و فوتبال دوستان استان گیلان بشه. یا پاس برای مهرابی زاده به سامان رو یه لحظه میزن بازیکن مس. حالا میتونه از حمله رو ترتیب بدن. پاس تک ضربی که انداخته شد نجفی، همکاری 2 بازیکن. ارسال پاس بلند و پرچمی که بالا رفت. آفساید گرفته شد. سری کار را آغاز میکنم بازیکن داماش با مهداد بایرامی سمت راست. خدایی، طاهر نژاد، بایرامی، بازیکن اردبیلی داماش، نجفی، میلاد شیخ سلیمانی توپ رو در دست داره. پرتابش بلنده. ضربه سر رو آقا بابایی یه لحظه زد. بایرامی پاسش برای نجفی. توپ نجفی رو میزنه و پرتاب شک میگیره. پرتاب توپ از سوی آرمان لطف خدا. یه لحظه پای نجفی رو زدن. آقا بابایی با سرعت بالا داره توپ رو پیش میاره. منصوری نگاهش به مهاجمان خودیست اما پاسش کوتاهه. فلاحیان، نجفی، مهدی نجفی در تیم تراکتور رشد کرد و یه جوری به عنوان پدیده این فصل خودش رو مطرح کرده با پاس‌های گل حساسی که داده و گل‌هایی که به ثمر رسونده. حسین فلاحیان در مرکز زمین، پاس‌های کوتاه روی زمین از سوی مسی ها. 4 دقیقه هم زمان تلف شده برای نیمه اول در نظر گرفته میشه. 4 دقیقه که توسط داور چهارم آیه امیر معصومی فرد گرفته شد. فلاحیان پاس در ارزش برای منصوری. امروز با آرایش متفاوت تر آقای کلانتری نفرات خودش رو در
زمین بازی چیده. 3-5-2 آرایشی بوده که انتخاب کرده برای تیمش. در سوی مقابل 4-1-4-1 سیستمی بوده که داماشی ها اتخاذ کردن. فعلا که تجربه آیه علیاصغر کلانتری به کمک تیمش اومده و مس 2-3 فعلا بازی رو برده. فلاحیان در خط دفاعی توپ به منصوری میرسه. در یک رفت و برگشت یه بار دیگه فلاحیان. این دقایق باقی مونده بازی در نیمه اول رو هم میخوام مدیریت کنن تا با یه پیروزی خوب به رختکن برن. مهدی قریشی، فرجپور، عرفان سبزی، شعبانی، آیدین قهرمانی، عطا صالح نیا، علیرضا باستانی و میلاد فراهانی رو روی نیمکت دار آقای کلانتری که بازی کردن این نفرات هم محتمل تره، چرا که مس نتیجه لازم رو گرفته. آقا بابایی بازم منصوری رو به عقب با حقیقت. پاسش به سمت راست انداخته میشه. ضربه به زیر توپ از جعفرزاده. پرشم یه بار دیگه بالا میده. در موقعیت آفساید به توپ رسید یار مس. همراهی یکایی که شما بینندگان عزیز با پخش زنده این رقابت بینات ممنونیم. عزیزانی که از استان زیبای گیلان و استان آذربایجان شرقی با ما همراه هستن. امید و آرزومون اینه که داماش بعد این بازی بتونه که روزهای خوشی رو در پیش داشته باشه. شاید مالکیت این باشگاه هم دیگه حل و فصل بشه. این تیم بتونه که در ادامه نتایج خوبی رو کسب کنه و در نهایت امتیاز خودش رو در لیگ دست اول فوتبال کشور حفظ کنه. تیم دوست داشتنی که عرض کردم با نام داماشیان کار خودش رو از لیگ 3 آغاز کرد و حالا در لیگ دست اول داره به فعالیت خودش ادامه میده. ضربه خطا توسط داماشی ها زده خواهد شد. رضا زاهد تبار پاشته این توپ ارسالی که انجام میشه و توپ پس از برخورد به یار مس به مرکز زمین برگشت داده میشه. یه ارسال بلند مهرابی زاده، یه تاثیر توپ گذار جعفرزاده. چه فضایی در اختیار دارن مسی ها اگه بتونن که توپ رو بگیرن. در این لحظه سوت پایان بازی در نیمه اول رو میزنه داور بازی که با اعتراض های کلانتری هم مواجه میشه. یه چند ثانیه باقی مونده بود و فرصت ایدال گلزنی رو قاضی مسابقه گرفت. پرتعداد بودن روی این ضد حمله.
خب سلامی دوباره حضور یکایک شما بینندگان عزیز. برگشتیم به ورزشگاه بنیان دیزل، محل برگزاری جدال تیم‌های مثل سنگون ورزگان و داماشیان گیلان. جدالی که در نیمه اول با نتیجه 2-0 به سود تیم میزبان به پایان رسید. باید ببینیم که در 45 دیگه همگان منتظر سودهای حجت قپانوری هستن که در این لحظه زده میشه. توپ رو نانچی پوشان مس آغاز میکنن. در نیمه اول سعید ابراهیم پور، کنان طاهر نژاد، سید علیرضا ابراهیمی، فردین نجفی، مهداد بایرامی، محمد سجاد قلی بیگی، علی خدایی، سامان مهرابی زاده، آرمان لطف خدا، رضا زاهد تبار و فرشاد هاشمی 11 بازیکن داماشیان رشت بودند. اما برای تیم میزبان مهدی حقیقت، حسین فلاحیان، رضا آقابابایی، مهدی نجفی، رضا پورمهدی، رولا صفویانپور، امید منصوری، مهدی دلاورزاده، محمد حسین باباگلی، میلاد شیخ سلیمانی و آزاد جعفرزاده داماشیان رشت بدون سرمربی به تبریز سفر کرده. تأخیری هم در ترکیب مسی ها در نیمه اول صورت گرفت و اکبر خداداده روی اون صحنه‌ای که منجر به معصومیت یکی از بازیکنان این تیم شد به بازی گرفته شد. ضربه خطا رو مهدی نجفی خط زد. بازیکن ریزنکش هم با تکنیکی مثل سونگون یه من تو من انجام شده اون سمت زمین. حالا باید ضربه زده بشه، جدا شد. یه من تو انجام شده اون سمت زمین به زده بشه، جداش وایی میتونست دبل کنه در این بازی. بازی سازی در خط دفاعی ابراهیم در خط ابراهیم ارسال بلند جعفرزاده با سرت رو برمیگردونه. نجفی یه حرکت از سوی مسی، ارسال بلند توپ، اما اونجا ابراهیم پور یه لحظه بیرون اومد. دروازه ابراهیم پور خالیه و توپی که حالا به بیرون میاد و پرتاب شکل میگیره. نتیجه 2-0 به سود مس داره دنبال میشه. در هفته 15 رابطه‌های لیگ دست اول فوتبال باشگاهی کشور، جدالی که در ورزشگاه بنیان دیزل داره انجام میشه. یه پاس با پشت پاس صفویانپور پشت محوطه جریمه، حرکتی که از سوی دلاورزاده انجام شد. پاس رو به عقب شیخ سلیمانی برای فلاحیان و هم بازی رو باز میکنه با آزاد جعفرزاده، بازیکن رشتی مس. یه پاس تو در به دنبال توپ حرکت میکنه، اونجا اکبر خداداده به توپ هم رسیده رو به عقب.
رفته رفته بر تعداد نارنجی پوشان مس در این صحنه افسوده میشه. فلاحیان یک دوی که تکمیل شد، یه فرصت، حالا میتونه ضربه زده بشه. چه گلی زد مهدی نجفی. گل سوم توسط مهدی نجفی زده میشه. مس داماش 0. یه گل فوق‌العاده تماشایی و گل سومی که به دست میاد. صحنه آهسته گل رو ببینیم و زیبایی های ضربه مهدی نجفی در این صحنه کاملا مشخصه. کار برای داماشیان سخت بود، سخت‌تر شد. مهرابی زاده خدایی یه لحظه توپش رو میزن بازیکن مس با ایرامی. به خوبی توپ گیری کرد فلاحیان. از اون منطقه ادامه به شوت زنی میکنه که قطعاً بی حاصل خواهد بود. اولین تغییر در ترکیب داماش باید انجام بشه. یا شماره 19 هادی رفسنجانی باید به بازی بیاد. از اون صندلی خدای زمین بازی رو ترک کرد. ضربه بلند ابراهیمپور، توپش در زمین مس فرود میاد. فلاحیان شکل عجیبی توپ رو دور کرد. خود فلاحیان یه جای نقش محوری داره در تیم مس. نجفی زنده گل سوم بود برای تیمش. آقا بابایی یه پاس تو در گل چهارم. نه تو وارد دروازه نمیشه. البته خط هند رو گرفته قاضی مسابقه. چه بازی رو داریم میبینیم از سوی مسی ها. البته یه جورایی داماش در نیمه دوم بازی رو شل گرفته. شاید خستگی سفر داماشی ها هم بی تأثیر نبوده. 53 دقیقه از زمانهای بازی گذشت. ابراهیمپور پرتاب از سوی صفویان پور. شیخ سلیمانی انتقال توپ به سمت چپ، بازم همون مسیر طی میشه. آزاد جعفرزاده رو به عقب. حقیقت زبش رو بلند میزنه. حقیقت کلین شیت رو در هفته 15 به نام خودش ثبت کرده تا شاید سنگربان اول آیه کلانتری در هفته های آتی هم باشه. آقا بابایی حمله دیگری از مسی ها در حال شکل گیری است. نجفی سر توپ عالی از نجفی، ضربه ای که میزنه و توپ راهی کرنر میشه. پیشنهادات خوبی هم از دیگر تیم‌های لیگ یکی داشت مهدی نجفی که به خوبی توسط مدیران باشگاه مس حفظ شد.
تونست که عمل کرده بسیار ایدالی رو در این فصل از رقابت‌ها تا هفته 14 از خودش بر جای بگذاره. این بازی هم که تونست گلزنی کنه و نقشی در این پیروزی 3-0 داشته باشه. البته تا بدین لحظه ارسالی که حالا انجام میشه، ضربه سر رو اونجا هاشمی زد، ضربه سر زد و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. خوب بود حرکت مسی ها. جانی زد بایرامی، پاس در ارزش مهرابی زاده. اینجا میتونه قلی بیگی رو صاحب توپ کنه. خود قلی بیگی تو ارسالش رو انجام بده، یه نگاه به دروازه و پاسی که کوتاه انداخته میشه. توپ در اختیار آبی های داماش، ارسال روی دروازه، کنترل سینه از نجفی، پشت محوطه جریمه میتونه ضربه خودش رو بزنه. نجفی، این پاسی که انداخته میشه و نکته پنالتی برای داماش. پنالتی بحث برانگیزی که گرفته شد. اینجا اعتراضی رو بازیکن مس دارن. آقای قپانوری پنالتی رو نجفی خواهد زد. تمرکز نجفی، حرکت به سمت توپ، ضربه‌ای که میزنه و میگیره توپ رو. گرفت توپ رو. حقیقت شایستگی های خودش رو این دروازه‌بان تبریزی به رخ میکشه. ناکام گذاشت نجفی رو. دروازه مس و حقیقت فعلا بسته میمونه تا مورد تشویق دوستداران حاضر در ورزشگاه بنیان دیزل قرار بگیره. مسیر توپ رو به خوبی تشخیص داد حقیقت. نتیجه همون 3-0 باقی میمونه. بازم صفویان پور، فلاحیان، انتقال توپ به سمت چپ، چه پاسی انداخت اون سمت برای یار هم دسته. باباقلی رو به عقب. نجفی برای فلاحیان، سال روی دروازه، برگشت توپ از ابراهیمی و توپی که حالا به بیرون میره و پرتاب به دست میاد. آزاد جعفرزاده، شیخ سلیمانی رو به عقب پاس میده. منصوری، سال بلند رفسنجانی با
توپ رو برمیگردونه. یه دفعه اشتباه هست توی یاران داماش. خدا داده میتونه ضربه خودش رو بزنه که این کار رو انجام میده، اما توپ بلوکه میشه و برمیگرده. فلاحیان بازی رو باز میکنه به سمت چپ. کاملا تیم برتر زمین بوده مس با زدن 3 گل. البته شاید کار سختی رو هم شاگردان علیاصغر کلانتری در این بازی نداشتن. تیم خسته داماش با اون حواشی پای به تبریز گذاشته. البته کیفیت فنی مسی ها یه جوری متفاوت بوده با بازی های گذشته. نصب کردم که برخلاف دیگر دیدارهای خودش آقای کلانتری با یه آرایش هجومی در این بازی حاضر شده و به اون هدف مد نظر خودش رسیده. روند بسیار خوبی رو داشته مثل سونگون. ابتدا اون روند شکست های خودش رو اومد و با تساوی عوض کرد، حالا به خوبی روی نوار برد افتاده. 2-0 برابر نیروی زمین تهران و حالا 3-0 برابر داماش. 6 امتیاز بسیار حساسی که قطعا در پایان فصل کمک شایانی رو به مس خواهد داشت تا این تیم در منطقه خطر و سقوط نباشه. ضربه خطا توسط بابا گلی زده خواهد شد. سالش را انجام خواهد داد یا ترجیح میده که از پاس کوتاه استفاده کنه. خود بابا گلی حرکت به سمت تو برسال که حالا انجام میشه. ضربه سر از یاران مس. یه درگیری پیش میاد بین دو بازیکن که هر دو بازیکن هم روی زمین میافتن. کارت زردی که در دست داره قپانوری یار مس رو جریمه کرد. فرصتی هم دست میده تا کادر فنی کم تعداد داماش یا صحبتی رو با بازیکن خودی داشته باشن. بعد از حصول نتیجه هم حالا مس به دفاع خطی برگشته در این لحظات تا بتونه که گل نخوره و دروازه مهدی حقیقت بسته بمونه. فلاحیان ضربه سر رو زد. رفسنجانی در سمت چپ. پاس اشتباه. فلاحیان. شیخ سلیمانی میتونه ببینه اون سمت بابا گلی رو. آزاد جعفرزاده برای منصوری. صفویان پور. بایرامی. بایرامی. دلاورزاده ضربه سر رو یه لحظه زد در خط دفاعی. توپ در اختیار داماشی هاست. ابراهیم پور. انتقال توپ به سمت راست. لطفخرا.
بایرامی توپگیری عالی از فلاحیان. 5 در مقابل 5 هستن نارنجی پوشان. درست در حوض مرکزی زمین نجفی. پاسهای کم ضرب از سوی مسی ها. شیخ سلیمانی رو به عقب. جعفرزاده دفاع بی‌نقص مسی ها در این بازی و تمرکز بالایی که امید منصوری، میلاد شیخ سلیمانی، آزاد جعفرزاده به همراه هافبک دفاعی خودشون حسین فلاحیان داشتن، باعث شده که مس گلی رو در این بازی دریافت نکنه. بازی رو این لحظات در اختیار دارن مسی ها. بعدشون نمیاد که این گونه با پاسای روی زمین کم ضرب بازی رو مدیریت کنن و نبض بازی رو در اختیار داشته باشن. فلاحیان خوب رهبری کرده در مرکز زمین. آقا بابایی شاید در ادامه شاید حضور نفرات جوانی چون آیدین قهرمانی، مهدی شبانی، مهدی فرجپور، حتی صالح نیا و علیرضا باستانی باشیم. یا پاس تک ضرب صفویان پور، حمله به سمت دروازه داماش، یا پاس، یا ضربه و ضربه ای که توسط دلاورزاده زده شد. یه کار ترکیبی از یاران مس و ضربه پایانی که اونجا دلاورزاده زد. حرکت خوبی بود که از سمت راست انجام شد. نجفی تکل عالی از سوی مسی ها. دلاورزاده، فلاحیان، پاس بلند بین راه توپ قطع شد. هاشمی ارسال بلند توپ با ایرامی و توپی که به بیرون میره. صحنه آیسته رو با هم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. ضربه اگه با چاشنی دقت همراه بود قطعا دروازه سعید ابراهیمپور برای بار 4 باز میشد. قلیبگی ضربه کرنر رو خواهد زد. لحظات داماش پیش میکشه تا حداقل یه بار دروازه مصر رو باز کنه. برگشت رو بس نارنجی پوشان. یه اشتباه، موقعیت ضد حمله برای مسی ها در راه. 4 در مقابل 2 هستن. یه پاس اشتباه و لو رفتن توپ. تعویض بعدی برای داماش در راهه. رضا زاهد تبار جای خودش رو به سجاد قاسملو میده. ابراهیم پور برای رفسنجانی و هم برای بایرامی پاسش رو انداخت. پاس در عرض. باز رو باز میکنن داماشی ها سمت راست. تار نجات کنترل توپ از نجفی. پاسی که انداخته میشه اما اونجا هوشیار عمل کرد منصوری، توپ رو برگشت داد. صفویان پور، جعفرزاده، فلاحیان با طمأنینه کار رو دارن دنبال میکنن. مسیا در این لحظات نتیجه لازم رو گرفتن. یه برد پرگل
و 3 امتیاز ارزشمندی که در حساب شاگردان آقای علیاصغری کلانتری خواهد بود تا این تیم 16 امتیازی بشه. 4 بازی و بدون باخت، 2 تساوی 2 برد، 8 امتیاز. راضی کننده میتونه باشه برای مدیران باشگاه مس که خیلی زود تونستن که تغییرات لازم رو در کادر فنی خودشون ایجاد کنن تا مبادا که بعداً دیگه نماینده آذربایجان شرقی در رتبه‌های پایانی جدول باشه و بعداً دیگه کاری از دسته هیچ مربی بر نیاد. قالیبگی در خط دفاعی توپ به لطف خدا میرسه. بازی رو آروم میکنن داماشی‌ها. ابراهیم پور رفسنجانی. شاید داماشی‌ها راضی به باخت حتی با این نتیجه باشند تا مبادا تعداد گل‌های مسی‌ها بیشتر و بیشتر شه. یکی از بازیکنان نیمکت نشین رو فرا خوند آقای کلانتری. ارسال بلند با صورت بالا به دنبال توپ حرکت می‌کنه اونجا قالیبگی و تکل عالی از سوی آزاد جعفرزاده باعث میشه که توپ به بیرون بره. هوای سرد شهر تبریز هم بی تاثیر نبوده در بعضی اوقات بازی که واقعا کیفیت فنی خوبی رو نمیبینیم از دو تیم. صحبتی رو کاپیتان داماش داشت با نیمکت نشینان مس که قطعاً میتونه کارت زرد رو به همراه داشته باشه. تنشی که کنار زمین ایجاد شد. کارت زرد رو به آقای ابراهیمیان فکر کنم نشون داد. میتونستن مدیریت کنن که این اتفاقات نیفته. واقعا در شأن دو باشگاه خوب فوتبال کشورمون نیست. البته اونجا صحبتی رو سید علیرضا ابراهیمی کاپیتان داماش با نیمکت نشینان مس داشت که اصلا درست نبود. حالا بعد پرتاب انجام میشه. کارسری آغاز شد. نجفی کنارهای خط طولی ارسال که انجام شد و بالکو میشه و برمیگرده. توپی از یاران مس دمه‌ای که در راه با مهدی نجفی رفته بر تعداد مسی ها افسوده میشه. اومد و عمدی پای مهدی نجفی رو زد. اونجا کاپیتان داماش
یک تنه داره بازی رو به هم میریزه. اونجا کاپیتان داماشیان سید علیرضا ابراهیمی قشنگ مشخص بود که اومد به عمد پای مهدی نجفی رو زد، بعدش هم یه چند ضربه رو به صورت مهدی نجفی وارد کرد که از لنز دوربین همکار عزیزم پنهون نموند. کارت زردی که های گپانوری در دستار، اصلا قضاوت خوبی رو ندیدیم از داور همدانی. قشنگ داره مماشات میکنه با نفرات داماش و فکر کنم اگه سوت رو به یکی از داماشیا میدادن منصفتر بود. خودش رو قشنگ به دردسر انداخته های قپانوری. بازی یه جایی از دستش جر رفته. سامان مهرابی زاده هم بیرون میاد تا محمد حسینی قنجخانلو وارد بازی بشه. فکر کنم کارت زردی رو هم که در آورد صرفا بخاطر تهدید بود تا شاید بازی آروم بشه. اتفاقات عجیبی که میخواد انجام بده آقای کلانتری، علیرضا باستانی و آیدین قهرمانی رو من میبینم که میخوام به بازی بیان. دو تن از بازیکنان آینده داره بومی مس ضربه سر رو منصوری زد، صفویانپور، نجفی. تعویضای مس حالا باید انجام بشه. مهدی نجفی یکی از بازیکنان تعویضی است. مهدی دلاورزاده هم جای خودش رو به علیرضا باستانی داد و هم یکی از بازیکنانی است که از تراکتور چهره شد با اون بازی که برابر گلگوهر انجام داد در تیم بزرگسالان تراکتور و حالا در تیم لیگ یکی مس داره بازی میکنه. بازیکن بسیار مؤدبی هم هست. قهرمانی اولین توپ خودش رو دشت کرد. منصوری زیر توپ میزنه. خدا داده. آقا بابایی به سمت چپ میبره توپ رو. قهرمانی ارسال بلند منصوری، یه لحظه اشتباه از مدافعان مس در داخل محمد جریمه و گل. گل چهارم برای مس، جشنواره گل مسی ها و این بار هم محمد حسینی باباخولی است که دروازه داماش رو باز میکنه. یه برد خوب با
گلباران داماش. صحنه آهسته رو ببینیم، اشتباه مرگبار مدافع داماش و بهترین استفاده رو کرد اونجا. بابا گلیا دروازه داماش رو باز کرد تا یکی از ستاره‌های تیمش در این بازی باشه با زدن 2 گل. گلی دیگر از مهدی نجفی و گلی که توسط رضا آقابابایی از روی نقطه پنالتی زده شد باعث شد که مصر به برتری 4 گله برسه تا بدین لحظه. فلاحیان باستانی، چرخش عالی کلانتری، آزاد جعفرزاده به سمت چپ با میلاد شیخ سلیمانی، پاس روی زمین، قهرمانی بسیار جنگنده کار کرده آزاد جعفرزاده در این بازی، دست بردار هم نیست، در پاس دفاع وسط بازی کرده آزاد. قهرمانی، انتقال توپ به سمت راست، حرکتی که از سوی صفویانپور داره انجام میشه با سرعت بالا، یه پاس روی زمین که توپ به مقصد نمیرسه. رفسنجانی، بایرامی، هاشمی رو به عقب، شاید در نیمه دوم یه وقتای طرف شده ای رو بیشتر داشته باشیم. 5 یا 6 دقیقه به خاطر اون تنشی که کنار زمین ایجاد شد. صفویانپور، قهرمانی، پس در ارزش بعدشون نمیاد که این دقایق رو مدیریت کنن و با پاسای روی زمین و کم ضرب کار رو و نبض بازی رو در اختیار داشته باشن. قهرمانی، پرس مصر با قهرمانی، توپ در خط دفاعی به رفسنجانی میرسه، ارسال بلند رفسنجانی، ضربه سر، نفوذی که از اون سمت توسط سجاد قاسملو باز که تالشی داماش داره انجام میشه به وسط. قلی بگی برای بایرامی، یه لحظه توپ بایرامی رو میزن بازیکن مصر، خطا رو گرفت داور بازی مهدی شعبانی، یکی دیگر از بازیکن جوان مصر باید به بازی بیاد. حالا بعد ضربه زده بشه، ارسال کوتاه با سر توپ رو برمیگردن مسیا. قهرمانی، صفویانپور، شعبانی به کاکای تراکتوری ها معروف بود موقعی که در امیدهای تراکتور بازی میکرد. قهرمانی، ارسال بلند و بی‌نقص او، کنترل موفق از یار مصر. فلاحیان، باستانی، یه بار دیگه باستانی، پس رو به عقب دیگه. داماشی ها هم نایی برای ادامه کار ندارن و شاید راضی باشن که هرچی زودتر بازی تموم بشه. صفویانپور،
رو به عقب برای منصوری. حقیقت گردش توپ از سوی مسی ها در نیمه زمین خودی. باستانی، فلاحیان، برای چندمین مرتبه خطا رو مهرداد بایرامی گرفت. درست در گوش مرکزی زمین خطا به سود داماش گرفته شد. رفسنجانی توپش رو شعبانی یه لحظه میزنه. اعلام آوانتاژ کرد داور بازی. قهرمانی میتونه به بازی سرعت بده. موقعیت ضد حمله برای مسی ها. خیلی زود ضد حمله‌شون به پایان رسید. سری کار رو مهرداد بایرامی آغاز کرد. لطف خدا در چقدر تلاش کرد یار داماش به توپ نرسید و پرتاب شکل گرفت. فردان علیاصغر کلانتری باعث میشه که این تیم 16 امتیازی بشه و در جدول رده‌بندی شاید یه پله بالا بیاد. حقیقت، مهدی حقیقت پنالتی رو از فردین نجفی گرفت تا کلینشیتش ادامه داشته باشه. کنترل توپ از صفویان پور به محکم او برگشت توپ از مدافعان داماش. خود فلاحیان، حسین رو به عقب، منصوری، امید منصوری سربالا نگاه میکنه اما ترجیح میده از پاس کوتاه استفاده کنه. آزاد جعفرزاده در آخرین نقطه خط دفاعی. رفته رفته به دقایق پایانی بازی نزدیک میشیم. نتیجه 4-0 به سود مس سونگون داره دنبال میشه. گل اول رو رضا آقا بابایی زد و گل بعدی رو محمد حسین باباگلی زد. بعد مهدی نجفی از پشت محوطه جریمه دروازه داماش رو باز کرد و بار دیگر دبل محمد حسین باباگلی باعث شد که مس 4-0 پیش باشه. حرکت از سوی یار داماش. یکی از مهرهای خوب داماش بوده محمد سجاد گلی بیگی. ارسال پاس بلند خدا داده ابراهیمی. قاسملو رو به عقب. ابراهیمی چهار دقیقه زمان تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته میشه. 4 دقیقه زمان خوبی میتونه باشه تا مس داشته های خودش رو در این بازی بیشتر کنه و گل های زده خودش رو افزایش بده. فلاحیان رو به عقب. شیخ سلیمانی ضربه سر رفسنجانی. جدال فینال گونه این هفته که 3 امتیازه، اون دیدار میتونه هر یک از تیم ها رو به صدر جدول نزدیک کنه. پرتاب به سود داماش خواهد بود. پرتابی که کوتاه انجام شد. یه حرکت نفوذ از سمت راست و اعلام خطا. ببینیم که از این فرصت چه استفاده رو میبرن داماشیا. یارسال روی دروازه ضربه سر رو اونجا نارنجی پوشان میزنن. فلاحیان پرتعدادن مسی ها در این صحنه. یه پاسی که انداخته میشه
و پرچمی که بالاست. ارسال بلند توپ، ضربه سر از جعفرزاده. فلاحیان توپ رو مهیا کرد برای شیخ سلیمانی. آخرین فرصت ها برای دو تیم. یه حرکت دیگه، پاسی که انداخته میشه و پرچم بالاست. به درستی پرچم بالا رفت و آفساید گرفته شد. این همون صحنه بود که آفساید گرفته شد. شاید آفساید میلیمتری بود. درگیر بر سر تصاحب توپ، موفق آبی های داماش خطا رو میگیرن. آخرین دقایق بازی رو داریم میبینیم. ابراهیمی در خط دفاعی، جاداری که در پایان بازی تشکر ویژه‌ای از همکاران گرانقدرم در تلویزیون اینترنتی آنتن داشته باشم و از همه شما بینندگان عزیزی که با گزارش این بازی با ما همراه بودید بینایت ممنونم. به امید روزهای خوش فوتبال گیلان و البته مثل سانگون ورزگان و حفظ دو سهمیه